پیام یکی از مسلمان ها و برادران تاجیکستانی ما را خدمت شما عرض برسانم. یکی از برادران تاجیکستانی خود ما مسلمان هست، در روسیه نفس میکشد، مسافر هست در میان کفر. والله پیامش مرا به خود لرزان، پیامش مرا بسیار متأثر ساخت. در پیام میگوید به زبان شیرین خودشان، حضرت خطاب میکند، حضرت در حق ما دعا بکنید. من 5 تا فرزند دارم، 1 دختر 4 تا پسر، 1 آرزو و آرمان مقدس دارم. سبحان الله. میدانین آرزویش چی است؟ نمیگوید که پسر من در آینده یک طبیب و دکتر و مهندس و انجینیر باشد، این هم یک کمال است. اما نه، آرزویی که امروز کمتر مسلمان ها دارند، حضرت در حق پسر ما دعا بکن که خداوند به وسیله یکی از پسران ما مسجد الاقصی را از چنگ و لوث صهیونیست آزاد بسازد. از جون در حق ما با دعا باشید. الحمدلله 5 فرزند دارم، 1 دختر 4 پسر. یکی از آرزوهای من این است که به واسطه یکی از فرزندانم میخواهم که فتح فلسطین نصیب کند. فرزندان من فلسطین از دست صهیونیستان نجات بده. همه یک آرزو دارم در دلم. بیت المقدس را آزاد بسازد، بیت المقدس را فتح بکند. این آرزو و آرمان ماست. بنازم به غیرت تو مسلمان، بنازم به شهامت و آرمان مقدس تو مسلمانی که در قلب کفر نفس میکشی در روسیه، ولی این طور آرمان مقدس و پاک داری. آرمان جوانان ما چه هست؟ جوان چه آرزو داری؟ میخواهم یک فوتبالیست شوم، میخواهم یک بوکسر شوم، میخواهم یک مدل باشم، میخواهم یک هنرمند شوم، میخواهم موتری مدل بالا داشته باشم، قصر و تعمیر داشته باشم، باید آیفون 14 و 17 و 18 و فلان و الان موبایل مدل بالا داشته باشم. آرزوی نیست که به دوست دخترم برسه، به فلان دختری که مورد نظر و علاقه ایم است به این برسه. یه آرمان و هدف جوانای امروزی ماست. به همین دلیل امت اسلامی زیر پای اجنبی و بیگانه و استعمار جهانی له شدند و زمین خوردن، چون آرمان و اهداف جوانان پس شده است. والله بترسیم از اون روزی که ما از شفاعت قرآن محروم شویم، بترسیم از اون روزی که قرآن از ما شکایت بکند، بترسیم از اون روزی که در دادگاه عدل الهی سخت از ما حساب گرفته شود و مورد مؤاخذه رب العزت و جلال قرار بگیریم. بله، یار و یاور و همدم و مونس ما در دنیا و آخرت تا دروازه ورود جنت و بهشت قرآن هست. اگر درد داریم بیا در مرتبه قرآن به الله پیش بکنیم. قرآن درد ما را مداوا می کند، قرآن بیماری ما را شفا می دهد، قرآن مشکلات ما را حل می کند. همین که اگر میشنویم قرآن به آتش زده شده، باید درون و قلب ما آتش بگیرد، بسوزد. چرا ما متأثر نمیشیم؟ وقتی که میشنویم از میان نسخه قرآن کریم دود و آتش بلند می شود، همین طور با چشم و گوش بسته از کنار این قضیه خطرناک عبور نکنیم. زندگی بدون قرآن معنا ندارد، زندگی بدون هدایت قرآن مفهوم ندارد. زندگی زیر چتر اهانت و توهین به قرآن برای مسلمان مفهوم و معنا ندارد. مسلمان باید از جانش بگذرد، ولی از این کتاب مقدس و کتاب مؤمن بهی خودش باید دفاع بکند. حداقل چرا مسلمان یک انزجار درونی خود را در برابر این عمل و جنایت بسیار بزرگ برای دنیا و کفار و جهانیان نشان نمیدهد؟ بعد از مرتبه‌ای که گذشت هنوز چند ماه نمی شود، باز دشمنان کینه‌توز، دشمنان پلیدتینت، دشمنان ذلیل و خار و زبون، اون هم کتاب مقدس ما قرآن کریم را در روز مقدس، روز اول عید قربان، در جا و مکان مقدس، در ساحه و صحن مسجد و عبادتگاه رب العزت و الجلال به محضر ثبت و دید تمام رسانه های جهانی و دنیا گستاخانه با بی‌ادبی می آید به آتش می کشد از نسخه قرآن کریم. دود و آتش بلند می شود. کجایند سران کشورهای اسلامی که امروز بیشتر از 44
کشور تنها دینشان مستقل اسلامی هست و دم از نظام اسلامی میزنند. شما مگر مرده اید؟ تا چه اندازه شما مست و مدهوش قدرت و لذت ها و شهوات دنیا شده اید؟ تا چه اندازه متاسفانه شما در اریکه اسارت و بردگی و غلامی اجنبی و بیگانه شما خوابیده اید؟ چرا شما یک واکنش بسیار تند در برابر این عمل جنایتکارانه دشمن شما نشان نمیدهید؟ ما چه کار بکنیم؟ یک پیام توییتری و فیسبوکی و رسانه‌ای شما را که ما با شدیدترین القاب محکوم میکنیم، اونها می آیند قرآن ما را به جلب چشم ما به آتش میزند. ما دود نسخه های قرآن را میبینیم، آتش نسخه های قرآن را میبینیم، ما از جای ما تکان نمیخوریم. والله بدانیم این قرآن در فردای قیامت از اون سویدنی خبیث شکایت ندارد. قرآن از اون کافر پلید و خبیث در فردای قیامت شکایت ندارد. قرآن در میدان محشر در دادگاه عدل الهی از گریبان و یخن ما تو مسلمان میگیرد. مسلمان گرامی، وقتی که تو حکم قرآن را فراموش کردی، فرمان قرآن را فراموش کردی، هدایت قرآن را فراموش کردی، امر و بایدهای قرآن را فراموش کردی، نبایدهای قرآن را فراموش کردی، قانون قرآن را فراموش کردی، والله این قرآن در فردای قیامت از گریبان سران کشورهای اسلامی و از گریبان فرد ما تو مسلمان میگیرد. در فردای قیامت قرآن از کافر شکایت نمی کند. کافر قدر و ارزش قرآن را نمیداند و فکر میکند قرآن با او دشمنی دارد. ای کفار، ای دشمنان کینتوز و پلیتینت، شما کتاب و قرآن را به آتش میزنید که برای شما پیام صلح دارد، برای شما پیام آرامش دارد، برای شما پیام عزت و نجات و رستگاری دارد. شما با بیخبری و نفهمیتان این طور یک کتاب عظیم و بزرگ را اهانت میکنید و به آتش میزنید. دشمن فکر میکند با به آتش زدن یک نسخه قرآن کریم قرآن را از عالم هستی بر میدارد. خبر ندارند که قرآن در سرزمین دل و قلب مرد و زن و طفل و کودک مسلمان حک شده و جا گرفته است. اگر یک نسخه قرآن را به آتش میزنند سینه مسلمان را شکافته نمیتوانند، قرآن سینه مسلمان را کشیده نمیتوانند، محبت قرآن را از دل مسلمان کشیده نمیتوانند. میدانید که در فردای قیامت بر علاوه این که قرآن از ما شکایت میکند، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از ما شکایت میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای پروردگار من، یا الله، این قوم ناسپاس و قدر ناشناس و ناشکر من قرآن تو را مهجور کردن، قرآن تو را ترک کردن، قرآن تو را فراموش کردن، نماز قرآن را دست کم گرفتن، فراموش کردن، روزه قرآن را دست کم گرفتن، فراموش کردن، زکات و حج قرآن را دست کم گرفتن، فراموش کردن، صداقت و عدالت قرآن را دست کم گرفتن، فراموش کردن، حدود قرآن را فراموش کردن، فرمان و قانون قرآن را فراموش کردن، پشت سر گذاشتن. پروردگارا من از این امت به محضر تو شکایت دارم. قرآن اونجا به محضر رب العزت و الجلال از ما مسلمان ها شکایت میکند. والله اون روز بسیار سخت است. یک بار بیاندیشیم و فکر بکنیم وقتی که در دادگاه عدل رب العزت و الجلال قرار گرفتیم، اون جایی که دیگر راه نجات وجود ندارد، راه برگشت وجود ندارد، فرصت ها و زمان ها و چانس هایی که به اختیار ما گذاشته شده بود دوباره برای ما داده نمی شود. از یک طرف قرآن فریاد بزند پروردگارا همین مسلمانی که گاهی به مناسبت مصیبت و مرده، به مناسبت ماه رمضان می آمد مرا به آغوش می کشید، صدای مرا می شنوید و بلند می کرد، دید که نسخه های من در میان دود و آتش فریاد می زند، به آتش کشیده می شود و خاکستر می شود. این پیام را که می شنید ابرو خم نمی کرد، متاسفانه جگرش خون نمی شد، پریشان نمی شد. چرا؟ والله قرآن را به آتش زدن برابر با به آتش زدن قلب و دل ما هست. چطور ما بتوانیم ببینیم زنده باشیم
قرآن به دست کفار به آتش فریاد بزند و ما هم دم از اسلام و غیرت و شهامت بزنیم. والله این قرآن از ما در فردای قیامت به محضر رب العزت و الجلال شکایت می کند. آیا آماده ایم که به خاطر دفاع از این قرآن و کتاب مقدس از مال و جان و همه داشته های ما بگذاریم؟ آماده ایم یا خیر؟ امروز همه ما و شما در برابر این عمل جنایتکارانه دشمن و دشمنان کینه‌توز و پلیدتینت این پیام را برایشان میرسانیم. بدانند که در امتداد تاریخ دنیا برای فرعون و فرعونیان نشان داده است که جنگ با خدا سرانجامش ذلت و شکست و نابودی و هلاکت است. دنیا برای همه بشریت نشان داده است که جنگ ابو جهل و ابو جهلیان تاریخ با قرآن خدا سرانجامش ذلت و شکست و هلاکت و نابودی است. شما انتظار بکشید، بدانید این اهانت و گستاخیتان ریشه‌تان را در دنیا میکند و پیروان و عاشقان و دلباختگان قرآن اگر زنده بودند و شما دست از کفر و شرک و اهانت نکشیدید، انشاءالله این اهانت شما را بی جواب نمیگذارد. این عهد و پیمان ما بر مبنای ایمان با قرآن کریم است. عهد و پیمان میبندیم یا خیر؟ دشمن باید بداند این اهانتشان با قرآن مسلمان را بیدارتر میسازد، مسلمان را هوشیارتر میسازد، مسلمان ها را منسجمتر میسازد و ما از این به بعد تجدید عهد و پیمان با قرآن کریم میکنیم. اگر دوست دارین در برنامه‌های خیریه صحیح بوده باشین و در ساخت و ساز مدارس دینی، مکاتب و سپورت نمودن خانواده‌های نیازمند، یتیم و بیوه‌زن و همچنان برای افراد و اشخاص بی‌بضاعت و بی سرپرست کمک و همکاری داشته باشین، شماره‌های واتساپ ما در پایین صفحه دیده میشه. ارتباط بگیرید، معلومات با شما شریک میسازیم. و خواهرها و برادرایی که در تاجیکستان و یا روسیه زندگی میکنن، شماره کارت زبیر بانک در اختیار شما قرار دادیم که به نام آیت الله عزت اللهیویچ بیرون میشه. اخیر این شماره ها 5953 می باشد. ان شاء الله که ویدیو رو با دوستانتان شریک بسازین، خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله. محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش.